به نام خدا. سلام، شب شما بخیر بینندگان عزیز، دوستداران خبرهای ورزشی. رزمیکاران خراسان شمالی در رقابت‌های موتای منطقه شرقی کشور خوش درخشیدند. در این رقابت‌ها که به میزبانی خراسان رضوی برگزار شد، نمایندگان استانمان 6 مقام درخشان کسب کردند. در وزن منهای 60 کیلوگرم حسین اوزن بر سکوی قهرمانی ایستاد. در وزن 57 کیلوگرم احمد رضایی، 71 وحید جمالی، 75 علی آماده و در 81 کیلوگرم مصطفی صحرانورد همگی به عناوین دوم دست یافتند. در وزن 64 کیلو نیز میثم شاددل صاحب عنوان سومی این رقابت‌ها شد. در نتایج تیمی رقابت‌های موتای منطقه شرق کشور نیز خراسان شمالی مقام دوم را از آن خود کرد. به نام خدا. بینندگان گرامی، سلام، عصر شما بخیر. 5 مشتزن خراسان شمالی به عضوی تیم ملی موی‌تای یا بوکس تایلندی کشور دعوت شدند. در پایان رقابت‌های موی‌تای منطقه 3 کشور که دیروز در سالن بوکس شهید بهشتی مشهد برگزار شد، حسین اوزن در وزن 60 کیلوگرم با شکست تمامی حریفان خود طلایی شد. همچنین علی آماده، احمد رضایی، وحید جمالی و مصطفی صحرانورد نقره گرفتند. آرش باغچری و میثم شاددل هم به نشانه برنز رسیدند. در این مسابقات تیم‌های خراسان شمالی، رضوی، جنوبی، سیستان و بلوچستان، گلستان و سمنان حضور داشتند که نماینده استانمان پس از تیم میزبان در جایگاه دوم ایستاد. نفرات برتر اول و دوم این رقابت‌ها به عضوی تدارکاتی تیم ملی موی‌تای یا بوکس تایلندی کشور دعوت شدند.